دیدن سگ در خواب چه تعبیری داره؟ دیدن سگ ممکنه که یکی از خوابهای بسیار رایج باشه و البته اگه کسی سگ داشته باشه و سگ نگهداری کنه طبیعیه که خوابش هم ببینه و زیاد این تعبیر براش ممکن مناسب نباشه. اما افرادی که سگ ندارن و ارتباطی با سگ ندارن و خواب سگ میبینن احتمالاً تعبیر میتونه براشون درست باشه. ابن سیرین معتقد بود که سگ وحشی و سیاه خوب نیست و نشونه دشمنیه. اگه سگ شما رو گاز بگیره یعنی اینکه آسیبی به شما وارد میشه. اگر سگ از دست شما فرار کنه یعنی اینکه دشمن شما از شما شکست میخوره و خطری که از جانب دشمن هست رفع میشه. اگر غذا یا طعمه‌ای رو از شما بگیره یعنی اینکه از شما بگیره و بخوره یعنی اینکه دچار ضرر مالی میشین. اگر خواب ببینین برای نجات سگ تلاش میکنین یعنی اینکه کاری رو انجام میدین که سود و حاصل آنچنانی نداره و تقریبا کار بی حاصلیه. در کل دیدن حیوانایی که درنده هستن توی خواب نشونه خطر و دشمنیه، اما اگه به شما آسیبی نرسونن مشکل خاصی نیست و اگر از شما فرار کنن یا اینکه شما از اونا فرار کنین و گرفتار نشین یعنی اینکه خطری هست و رفع میشه. هر خوابی که دیدین میتونین توی کامنت ها بپرسین و من تعبیرشو بهتون میگم.